رادیو مهر تقدیم می‌کند. برنامه‌ای که در آن می‌شنوید صدای بارش باران بهار و احساس می‌کنید بوی نمی خاک را. کاشانه مهر. کاشانه مهر، جایی که در آن روح تازه می شود و زندگی با همه فراز و نشیبش جریان دارد. همراه ما باشید تا بر روی زندگی لبخند بزنیم. کاشانه‌تان پرمهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود بر شما عزیزان همراه. جاوید حسینی هستم و با برنامه کاشانه مهر در خدمت شما همراهان همیشگی خواهم بود. امیدوارم همیشه خانه و کاشانه اتان آباد و دل و دیده اتان دائما شاد باشد. شرایط روحی ما همیشه به یک حالت نیست. گاهی آنقدر شاد و خوشحالیم که می خواهیم دنیا را نجات دهیم و با همه خوش اخلاق و خوش رفتاریم و گاهی به قدر ناراحت و غمگینیم که اگر نصف دنیا را هم آب ببرد و نصفش را آتش به کام خود بکشد برای ما هیچ فرقی نمی کند. برای همین بعضی وقتها نه حوصله خودمان را داریم و نه اطرافیانمان را. مثلا بعضی وقتها همسرم میخواهد در بازار بیشتر بچرخد و من میخواهم زودتر برگردیم. یا مثلا پسرم میخواهد با هم بازی کنیم و من به راحتی میگویم نه، من وقت ندارم. و این طور می شود که مردم ما را خوش اخلاق می شناسند و یا بد اخلاق. عزیزان شنونده، حالا در این برنامه میپردازیم به این که چگونه خوش اخلاق باشیم. البته همه میدانیم که خوش اخلاقی صفت نیکویی است که زندگی را به کام خودمان و دیگران شیرین میکند و میدانیم که از ساده ترین راهکارها برای خوش اخلاقی همان لبخند زدن است. بله، با لبخند زدن حس خوبی را به دیگران میرسانیم و احساس زیبایی در درونمان شکوفا می شود که به خوش اخلاقی منجر می شود. مهمترین و آسانترین راه خوش اخلاقی رعایت ادب است. بنابراین خوب است که با همه، حتی با کسانی که نمی شناسیم، رفتاری مؤدبانه داشته باشیم. مثلا وقتی در اتوبوس نشسته ایم و می خواهیم با تلفن همراهمان صحبت کنیم، با صدای آرامتر صحبت کنیم و یا دیگران را به نشستن به صندلی‌های خالی مراعات کنیم. بیشتر لبخند بزنیم و خنده‌رو باشیم. داشتن لبخند بر چهره و کلاً گشاده رو بودن باعث ایجاد موج خوشبینی و خوشحالی است. در ارتباط با دیگران نقاط قوت و صفتهای خوبی که در آنها هست بیشتر ببینیم و نمایان کنیم. با این کار ما رفتارهای خوب را در اطرافیانمان تقویت میکنیم
و باعث می شویم که کسی که مهربان است مهربانتر شود و کسی که بخشنده است بخشنده تر. یکی دیگر از نشانه های انسان خوش اخلاق داشتن زبان نرم و مهربان است. پس هرگز کلامش را با دشنام همراه نمی کند و یا کسی را با لقب‌های زشت و زننده صدا نمی زند. اکثر ما آدم‌ها با ساختن بهانه‌های مختلف مهربانی‌هایمان را تنها به افراد خاص محدود می‌کنیم و با گفتن سخن‌های مثل زمانه بدی شده است به هیچ کس نمی‌شود باور کرد، از خود می‌رود، گستاخ می‌شود و بهانه‌های دیگر مهربانی‌هایمان را از دیگران دریغ می‌داریم. اما آدم‌های خوش اخلاق با همه مهربان هستند و سعی می کنند کمترین بدبینی را هم نداشته باشند. آنها در عین اینکه با زیرکی مراقب زندگی خود و اهل عائله‌شان هستند، با مهربانی گاه چنان تأثیر در روح و جسم دیگران می گذارند که آنها را نیز شبیه خود می کنند. گاه این مهربانی در شکل کمک کردن به دیگران خود را نشان می دهد. همانطوری که می دانیم کمک کردن همیشه مالی نیست و می تواند کمک کردن به شکل حمایت های معنوی و روحی نیز انجام شود. مثل بعضی از آدم های خوش اخلاق و دلسوز که با گوش کردن به سخنها و درد دلهای دیگران در آرام شدن، خوب فکر کردن و نهایت در گرفتن تصمیم‌های درست و سازنده به آنها کمک می‌کنند. کمک به دیگران باعث می‌شود حس خوبی در خودمان پیدا شود و خوش اخلاق‌تر باشیم. دوستان گرامی، مسئله دیگر این که اضطراب و افسردگی باعث درگیری‌های ذهنی و در نهایت بد اخلاقی ما می شود. بنابراین ما می توانیم برای رهایی از اضطراب و افسردگی از دعا و نماز و ذکر خداوند غافل نشویم. آدم‌های خوش اخلاق به بخش‌های خوبی زندگی بیشتر فکر می کنند. به اطرافشان و اطرافیانشان خوشبین هستند و به همه چیز با نظر مثبت نگاه می کنند. در آخر یادمان باشد که سلامتی بسیار مهم است و با ورزش کردن سلامتی خود را حفظ کنیم. ورزش می تواند سبب خوش اخلاقی انسان شود، چرا که ورزش با افزایش نیروی جسمانی باعث کاهش فشار و اضطراب ها می گردد و وقتی اضطراب ها از ما دور شد حالت روحی ما نیز بهتر می شود و سبب خوشبختی و خوش اخلاقی ما نیز می گردد. در پایان به گفته عزیزی که میگوید بیا با آیین آب و آینه زندگی کنیم، مثل آب هرچی پلیدیست بشوییم و آینه سان هرچی ندیدیم نگوییم. شنوندگان عزیز، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و برای همه شما عزیزان سلامتی و تندرستی و خوشنودی و خوش اخلاقی را تمنا داریم.
برنامه کاشانه مهر در بخش صدای خانواده رادیو مهر تهیه شده است. صدا بردار و تدوینگر آریا سهراب، تهیه کننده و مجری برنامه جاوید حسینی. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما. برای دریافت پادکست های بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org